چای به عروس و چای نوشن کردم چای بهش بشید. 5 روز باز احوال این خانواده چنین است. پسر آنها که در روسیه زندانی بود در جنگ اوکراین کشته شده است. تابوتی ولیجان رحمتوفی 27 ساله را شام 22 اپریل از روسیه به دوشنبه آوردند. در پیتر بودن. در پیتر بودن پرنیک سکلار کار میکردند. خیلی جنگ شدن چیزی شدن که قطعی هم داغستانی جنگ کردن محکمش کرده بودن. خلاص گپ 5 سال شد محکمه دادن. لنینگراد بود. لنینگراد ایرکوتسکی شو بردن. ایرکوتسکی بعد خیلی زنگ میزد. در جون زیک نشد. در جون هم اصلا 3 ماه پیش تماس‌های ولیجان به خانواده‌اش قطع شده است. با آخرین مرتبه هم برد نابود شد. فهمید علاقه نبر اومد. دودرش زنگ زده است که این خیلی ما برفتیم ما را بردن این همونطور مثال زنگ بردن. این همی روزی اید بعد اید فهمیدم که از دنیا گذشته است. این خیشیده. به قول خانواده جوان او از ضربه هواپیمای بی‌سرنشین جان داده است و جسدش بیشتر از 2 ماه در سردخانه مانده است. در ارتیوموفسکینده پد ارتیوموفسکینده در مدنینده همونجا در درون تونل در درون یام دستان در درون یام ای بلوز زدگی شونده 4 تا پدسه هم دستان خیلی شکنده خدا رحمتش کنه. ولیجان پسری کلانی خانواده بوده است. میخواست است در روسیه کار کرده خانه‌دار شود. جسد ولیجان را روز 23 اپریل در قبرستان امین محله در 50 کیلومتری شهر دوشنبه دفن کردند. مثل این جوان تا حال خبر مرگ بیش از 20 نفر دیگر که در جنگ‌های اوکراین کشته شدند رسانه‌ای شده است، ولی آمار دقیق آنها معلوم نیست. علیشیر ظریفی، امیر ایسویف، رادیوی آزادی، شهر ترسونزاده.